در کنار استاد عزیزمون جناب آقای محمدعلی شیرازی، کسی که همه ما باشون با ترانه هاشون خاطره داریم و خواه ناخواه تو شادی ها تو غم هامون با ترانه هایی که ایشون سرودن خاطره ساختیم. در کنار ایشون هستیم و میخوایم یه گفتگوی دوستانه باشون داشته باشیم و قصه ترانه های آقای شیرازی رو از زبون خودشون بشنویم. تشکر میکنم. امیدوارم که حالا اگر من کاری کردم و تأثیری داشتم رو مسئله ترانه سرایی، تأثیر خوبی بوده باشه و یه مقدار اگر از دستم بر اومده باشه، به اصطلاح میشه گفت که تأثیر آموزنده‌ای داشته باشم، بیاموزم ترانه سرایی رو اون شکلی که خودم میفهمم. استاد برمون از داستان ترانه هاتون بگین، داستانهایی که حالا هر کسی ممکنه یه خاطره خیلی متفاوت با ترانه های شما داشته باشه، ولی مثلا ترانه قدیمی مثل قد و بالای تو رعنا رو بنازم هممون تقریبا میشه گفت باهاش خاطره های خوب توی روزای خوبمون داریم. میخوام ببینم منشأ این ترانه چه شکلی این ترانه زیبا به شما الهام شد و به وجود اومد. عرضم به حضورتون که من از سال 42 ترانه سرایی رو به طور به اصطلاح شاید خود نمیشه گفت خود خواسته، یکی از دوستان به اسم آقای حسین صمدی که آهنگساز بودن در انجمن هنری ایران و پاکستان با ایشون آشنا شدم. این شعری خوندم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت، البته شعر نه ترانه، و خیلی تشویق شدم اونجا. بعد که این برنامه رسمی و عمومی تموم شد، این آقای حسین صمدی به عنوان تغییر ذائقه تو این فرهنگسرا می اومدن و یه قطعه ساز می زدن ویولون. ایشون منو کنار کشید، گفت تو ترانه هم میتونی بسازی؟ گفتم من نساختم ترانه، نمیدونم، اگر بتونم بعدم نمیاد که بسازم. ایشون آدرس دفترش رو به من داد، گفت که بیا من یه آهنگ بهت بدم ببین میتونی ترانه بسازی. رفتم دفتر ایشون و ایشون یه ترانه به من، یه آهنگ ساخته بود به من داد و یادم داد، گفت که به جای به اصطلاح این سیلابایی که خواننده باید بخونه کلام بی کلام کلام بی معنی بذار، بهش میگفتن مهر. بله. و بعد اینو به اصطلاح تغییرش بده. منم همین کاری کردم. گفت که اینو من میخوام بدم به یه خواننده‌ای به اسم خانم، یه خواننده به اصطلاح کوچه بازاری بود، بهش میگفتن ام کلثوم ایران. این ترانه رو من ساختم به اسم دیگر مگو. گفتی که اون همسر گرفته، محپیکری در بر گرفته، این غم مرا دیوانه کرده، دیگر من. اینو وقتی من به آقای صمدی ارائه دادم، گفت این حیفه که این خانم بخونه، اگر پوران بخونه خیلی خوبه. خوب ترتیبش گفت من اینو به پوران نشون میدم، بعد اگه خواست که باید ببریم رادیو تصویب بکنه، اجرا کنه. اینو برده بود به خانم پوران داده بود و خانم پوران این شعر رو پسندید و گفت که میخونه و من به اصطلاح قرار گذاشتم. من رفتم رادیو و رادیو هم رفتیم پیش آقای به اصطلاح دکتر نیر سینا که رئیس بخش شعر و ترانه بود. ایشون هم شعر رو دید و بعد گفت آهنگش چیه؟ آهنگش هم آقای صمدی برایش زد، گفت نه خوبه. تایید شد و همون به اصطلاح هفته هم اجرا شد و همون هفته هم پخش شد از صدا و سیما. اون موقع حدود 20 سالتون بود نه؟ تقریبا. عرضم به حضورتون که مسئله اینجاست که من بدون به اصطلاح
قصد قبلی چون قرار بود برای یه خانم شعر بسازم، چیزی ساختم که به زبان زن قابل قبول باشه. برعکس خیلی از کارهایی که ساخته میشه و هنوزم ساخته میشه و دقت نمیکنن که این طرفی که میخواد به اصطلاح بخونه این خانم هست یا آقاست. بله، یعنی خیلی هم مهمه. آره خیلی هم مهمه. به هر صورت ترانه سرایی من از اینجا شروع شد و چند سال طول کشید که به من سفارش می‌دادن از طریق رادیو که برای فلان آهنگساز و برای فلان به اصطلاح ضبط تو ترانه بساز. آهنگو به من میدادن، من میرفتم میساختم میوردم تا سال 45 46. اون سال یه به اصطلاح قراری گذاشته بود رادیو که میشه گفت سیاست جدید رادیو تلویزیون بود که میخواستن اجتماع رو ببرن به طرف شادی و نشاط. همون موقع هم در داخل ایران و هم خارج از ایران آهنگای ریتمیک و تند مد شده بود میساختن مثلا خارج. و یه روز من با آقای ویگن تو رستوران رادیو نشسته بودیم. آقای ویگن هم همیشه وقتی میمد تا رستوران اون گیتارش همراهش بود. این گیتارشو برداشت و اون تیکه قد و بالای ترهنا رو بنازم زد. گفت شیرازی این چطوره به نظر تو؟ آنن هم تو فکر من اومد قد و بالای ترهنا رو بنازم رو همین به اصطلاح ملودی و تر. ایشون قرار گذاشت به من که من برم خونه‌شون. رفتم خونه‌شون نشستیم و به جایی که بشینیم در مورد شعر و آهنگ و فلان صحبت بکنیم، ایشون شروع کرد به حرفای به اصطلاح نامربوط زدن و عصبانی میشه و داره خردگیری میکنه از دوستانی که بی معرفتن، با معرفتن، نمیدونم رعایت نمیکنن. خلاصه عیبجویی و اصطلاح اظهار شکایت. وقتی که این به اصطلاح جریان تند شدن و عصبانی شدن ویگن زیاد شد، خانم من دیدم از اون دور از دهن در آشپزخونه به من اشاره میکنه که برو. من دیدم این موقع کار کردن نیست و خلاصه بلند شدم گفتم آره منم یه کاری داشتم و مهمون دارم یا مهمون باید بخوام مهمونم فلان. بالاخره خداحافظی کردم اومدم بیرون. گذشت یه هفته بعد از یه هفته دوباره تو صدا و سیما تو رادیو میدون اشک من ایشونی دیدم گفت تو ننشستی که این کار رو انجام بدیم بابا کجا رفتی کجا نرفتم. من خب نشد دیگه حالا ببخش. گفت حالا امروز یا فردا وقت گذاشت که بیا بشینیم تموم کنیم. گفتم به شرطی میام من که دیگه برنامه غیر از کار چیزی دیگه نداشته باشی که بچین کار کنیم. خب نه خیال راحت باشه بیا. من رفتم خونه شون حضورتون که عرض کنم دیدم یه یادداشت نوشته داده به خانمه. گفت خانمه داد یادداشت به من که نوشته بود که فلانی بیا کافه رستوران نمیدونم کجا تو میدون 25 شهریور. اون موقع یه چیز دیگه بود اسمش. بیا اونجا. من خدا آقا تو کافه کار نمیشه کرد. رفتم اونجا دیدم که این آقای ویگن با آدمایی که اونجا بودن این میزا رو چسبوندن به هم. آقای ویگن هم اون سر نشسته داره صحبت میکنه و یکی از این دستگاه‌های گرام هم بود که پول مینداختن صفحه میذاشت. هر کسی هم میومد ویگن رو میدید به اصطلاح یکی از آهنگای ویگن رو انتخاب میکرد و میذاشت. عرضم به حضورتون که تو این حال و هوا یه دختر و پسر که گویی حالا نامزد بودن دوست بودن هرچی یا زن و شوهر بودن اومدن تو بدونی که توجه بکنن به محیط یه سکه انداختن تو دستگاه و یه آهنگ عارف رو گذاشتن. عارف هم تازه اومده بود که خواننده بشه. یه دفعه آقای ویگن چیز شد عصبانی شد و گرفت شروع کرد به شروع کردن.
یه عده که اونجا بودن گفتن آقای بگن اینم سلیقه شونه، چرا شما اعتراض میکنی فلان. یه عده میگفتن نه حق دارن، اینا نباید در به اصطلاح حضور آقای بیگن آهنگ دیگه بذارن. خلاصه با این صحبت ها و چند دسته شدن اشخاص حاضر کافه به هم ریخت به اصطلاح. و صاحب کافه اومد با التماس و خواهش و فلان عمل کرد بیرون، تقریبا تعطیل شد. خلاصه بالاخره ما اومدیم بیرون و حالا چند دفعه تو رادیو، چند دفعه به اصطلاح یه دو دفعه خونش، یک ماهی طول کشید تا این چرا نمیرقصی ساخته شد و نوشته شد و روزی که قرار بود ضبط بشه شد ساعت 3 و 4 بعد از ظهر. اون موقع هم دیگه هیچ کس از به اصطلاح شورای موسیقی نبود که اینو تصویب کنه. عرضم حضورتون که آقای خواننده یکی پول خروس آقا جون یکی پول خروس، متاسفانه این پیری هم نمیزنه من اسمو یادم بیاد. ایشون سرپرست ارکستر شما رادیو بود. گفت که با چیز من به اصطلاح با به اصطلاح نظر من اجرا بشه. شعر امضا کرد و داد، تاییدیه نهایی رو بهتون داد و اومد اجرا شد و وقتی پخش شد خیلی به اصطلاح موفق شد و خیلی گرفت که هنوزه به قول همه هیچ مجلس به اصطلاح عروسی، هیچ مجلس جشنی نیست که این آهنگ توش نباشه. دقیقاً همه با حالای خوششون با این آهنگ به وجود اومده. خودتون چه حسی دارین وقتی میبینین کلام شما اطرافیانتون دارن باهاش شادی میکنن، یا اون حسی که شما انتقال دادین و درک کردن و بعضی موقع هم فراتر از اون حس؟ مسلم اینه که بالاخره آدم کاری که میکنه مخصوصا تو جنبه‌های هنری وقتی ببینه اثرگذار هست خیلی شاد میشه، راضی میشه از کاری که کرده. که از شعرهای دیگه‌تون که باز خیلی همه باش خاطر دارن شعر شکاره. بله، شکارم یه مسئله بود که مثل بعضی از کارهای دیگه هم من تو ذهنم بود که باید ساخته بشه. یه دوستی به اصطلاح خانوادگی ما داشتیم که از خانه‌های ایل قشقایی بودن. یکی از این اشخاص از این خانه یه میشه گفت که نوکر یا همراه یا شکاربان، یه همراه شکار داشت به اسم گرگلی که پدر من میگفت چرا گرگلی، چرا شیرعلی نباشه. این آدم جالبی بود، آدمی بود که تو گروه‌های حضورتون که عرض کنم قبل از که بیاد تو خانواده اینا تو گروه‌های ناجور و به اصطلاح چیز بودن، دزدی و گردنبندی و این حرفا اومده بودن براش تأمین گرفته بودن، به اصطلاح ازش چیز کرده بودن، حمایتش کرده بودن، آورده بودنش و این با این آقای منوچهرخان عرب بود، عرب شیبانی، میرفتن شکار برای ایشون، مثلا به اصطلاح فشنگاشو پر میکرد این حرفا و حرفای به اصطلاح میزد از دوران قالتاقیش و گردنبندی و این حرفا و کارایی که کرده بود و برای ما خیلی جالب بود، بچه بودیم ما. یه دفعه گفت که با آقای منوچهرخان داشتیم میرفتیم یه جایی، یه حیوان من دیدم رو گدار داره حرکت میکنه، از پایین من به این تیراندازی کردم و حیوان دیدم خوابید. میگفت که با 1000 دردسر این شیب رو رفتم بالا، وقتی رسیدم بهش دیدم گلوله من شکم این حیوان پاره کرده و به اصطلاح این حامله بوده و بچهش افتاده، این سعی میکنه لیس بزنه این
به اصطلاح بچه. بچه رو. و این خیلی به من تاثیر گذاشت. این مدت ها تو ذهن من بود، سالهای سال، و همیشه دلم میخواست اینو بسازم. تا یه وقتی آقای شماعی زاده که من متاسفانه اخلاقا قبولش ندارم، یعنی همون موقع هم زیاد دلم نمیخواست باش کار کنم، چون یه مقداری نمیدونم با هم نمیخوردیم از نظر اخلاقی و ذهنی. این به من گفت که یه آهنگ دارم، بیاد ببین یه چیزی میتونی روش بسازی. من رفتم و آهنگش رو گرفتم، دیدم دقیقا همون چیزیه که شکار میشه روش ساخت. وقتی رسید آهوان از نفس داشت هنوزم بر راهاشو میلیسید. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه‌ای بود که خشکید. وقتی رسید که میدید جون تو تن و خون رو زمین میماسید. دلتنگ از این بیداد، دلتنگ از این صیاد. گدار بالای کوه پناه جون قوچه، تفنگ تو میغره که زندگی چه پوچه. گدار بالای کوه پناه جون قوچه، تفنگ تو میغره که زندگی چه پوچه. دلتنگم از این بیداد. اینو میگن جنگ بدون اعلان، جنگی که هیچ قاعده ای نداره. اینو میگن جدال نابرابر، جدالی که فایده ای نداره. دلتنگم از این بیداد. خیلی شعر زیباییه. خواهش اصلا شما اولش رو که میخونین دیگه آدم ذهنش میره، یعنی واقعا ترانه هایی که به نظر من ترانه سرایی هم یه دوران اوجی داشته توی کشور ما که حالا الان در اون اوج نیست. اون زمان خیلی ترانه هامون داستان داشت. بله. یعنی یه قصه ای رو روایت میکرد که شنونده با اون قصه درگیر میشد. یعنی همین شکاری که شما اینجوری با قلمتون نوشتین و اجرا شده، خودش یه داستانه، یه قصه است. میتونه یه فیلم کوتاه حتی باشه. بله. که وقتی شنونده اینو داره گوش میکنه تمام اون صحنه ها تصویرها میاد جلوی چشش. بله. و واقعا این خیلی ترانه تاثیرگذاریه و بازم جا داره واسه تک تک ترانه هاتون. من البته کوچیکتر از اون حدی هم که بخوام تبریک بگم، ولی خب این که الان از هر نسلی تونستن با ترانه های شما ارتباط برقرار کنن و همچنان داره این ادامه پیدا میکنه، باعث ایجاد ترانه های ماندگار شده. از سلطان قلب ها بگیم برامون. عرضم بزرگتون که سلطان قلب ها همین بود دیگه. داستانی بود که بعد از که من چند تا کار کردم که موفق بود تو اجتماع، آقای مهدی میثاقی که صاحب اون کمپانی فیلمسازی میثاقی بود، به اصطلاح من و آقای انوشیروان روحانی رو دعوت کرد که برای فیلم سلطان قلب‌ها، فیلم سلطان قلب‌ها هم یه فیلم اصلش یه فیلم ترکی بود. داستان به اصطلاح وقتی می‌خواستی رو فیلم کار بکنی، داستانو میگن که داستان اینه و اینجاهاش هم باید موسیقی باشه. اینا اومدن و داستانو گفتن و داستانم آقای روحانی اومد و والس قشنگ ساده‌شو ساخت. خیلی والس ساده ایه سلطان قلب‌ها و زیباست، دلنشین و زیباست. میگن زیبایی در سادگی است و سادگی نشانه کماله. بله. واقعا اینه. و خب این وقتی که رو صحنه‌های مختلف مشخص بود که باید چه کلامی بیاد، راحت بود که منم رو اون بسازم. مثلا طرف داشت ماشین سواری میرفت، یه نفرم داشت نامه نوشت، از برگ گل کاغذ سازم نامه دیمم میپردازم تا بگویم از عشقم رازم کی رفته سفر. بعد سال سلطان بعد یه دل میگه برم اونی که داشت داشت سفر میکرد، یه دلم میگه نرم
طاقت نداره دلم بی تو چه کنم. این بود. من روی این یه آهنگ، روی این یه دونه والس من 7 تا شعر ساختم، 7 تا شعر مختلف برای هر کدوم از صحنه‌هایی که باید اجرا میشد و با همون مفهوم و همون معنی که به اصطلاح فیلمنامه نیاز داشت. نیاز داشت. و خب این مشخص بود که موفق میشه و کلامی بود که مردم میفهمیدن. این حتی اونجا که به رو صورت لیلا فروهره توی دنیا هر کسی یه شکلی نونو در میاره، خب زندگی میچرخه، قصه ای نداره، تو 2 روز هستی قصه نگار. این حرفی که مردم میفهمن و قبول دارن، میفهمن، درکش میکنن و این همون ریتمی که همون به اصطلاح یه لا 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 لا، این ریتمی که اونه. دقیقا. آره این هم سلطان غرب. حتی این ترانه های سلطان قلب ها باعث شد فیلم قشنگتر درک شه. بله. چون موسیقی خیلی وقتا راحت‌تر تو ذهن جا میگیره. همیشه راحت‌تر جا میگیره. گفتم به دلیل اینکه ناخودآگاه، ناخواسته چون میشنویش. وقتی زیبا هست، وقتی حرفش حرف قابل قبولی هست، بدونی که بخوای تو ذهنت میشینه. استاد خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین و این افتخار نصیب ما شد که در کنار شما این گپ و گفتگو رو داشته باشیم، داستان ترانه هاتون رو بدونیم. خیلی برای ما ارزشمنده. ممنون که در کنارمون بودین. امیدوارم بتونیم راه شما رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم. امیدوارم که بالاخره حرفایی که زدم نتیجه مثبتی هم داشته باشه.